ассалому алайкум азизакони ман. ҳамаи шумоён сиҳат саломате. мана имрӯз боз фурсати дидорбинӣ фаро расид. азизакони афсонадӯсти ман, пеш аз оғози афсона дар иҷрои хонандаи мактаби рақами 68 ноҳияи Сариосиёи вилояти Сурхондарё Наргиза Рахимова ба тарзи онлайн шеър шунавед. марҳамат Наргиза бону. خاک پایش سرمه ای چشم سر است، در ریزایش جنت پیشی در است. به حرمت لایق ما کیست کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. شیر پاکش لذت از کوثر است، از همه شیرینی ها شیرین تر است. بعد حق چون رازق ما کیست کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. آفرین نرگیزه جان برای شعر پرمضمون. اینک عزیزکان من به نقل افسانه میگذاریم. من امروز برای شمایان افسانه خواب شیرین را تیار نمودم. به شنیدن افسانه تیاره؟ مرحمت به من نزدیکتر آید. در یک زمان در یک مکان یک مرد زندگی میکرد. مرد 3 نفر پسر داشت. روزی از روزها مرد بیمار می شود و فرزندانش را به نزدش جیغ زده وصیت می کند که خوابشان را شیرین کنند و خوراکشان را هم شیرین کنند. از بین چند روز نگذشته مرد وفات می کند. 2 پسر کلانی این گفته پدر را به طور خود می فهمند. آنها حوله را می روبند، آب زده سایه و سلقین می کنند. گلیم و کرپچه های خوشرو را پرتافته یک پهلو زده خوراک‌های بالذت و شیرین را تعیین نموده خورده خواب می روند. همین طور آنها با خوردن و خواب رفتن روزی خود را می گذرانند. آنها از بسیار خوردن و از بسیار خواب رفتن خیلی تنبل می شوند. هیچ کار کردن نمی خواهند. سلامتیشان هم بد می شود. پسری خردی باشد گفته پدر را به طرز دیگر فهمیده سحری بر وقت به کار رفته مهنت میکرد و بیگاه وقتی که به خانه اش می آمد یک برده نان قاقش هم برای وی خیلی شیرین می نمود. از آنکه روزی دراز مهنت میکرد شب براحت خواب می رفت. خوابش هم شیرین بود. همین طور روزها می گذشتند. پسری خردی از مهنت حلال خود به مرتبه بلند رسیده صاحب دولت می گردد و خیلی بای می شود. 2 پسر کلانی باشد از خوردن از خواب رفتن به کسلی دچار می شوند و از عالم می گذرند. انا دیدید بچه‌های عزیز، کنیگویه کدام از پسران گفته پدر را درست فهمیده آن را اجرا کرد؟ آفرین، البته پسری خردی. البته روزی دراز که مهنت میکرده به خانه می آییم، خوراکمون هم با لذت می شود، خوابمون هم شیرین می گردد. برای همین بچه‌های عزیز هیچگاه از مهنت کردن نترسید. چنانه که میگویند مهنت کنی راحت میبینی. انا پسری خردی که مهنت کرد راحتش را هم دید. با همین عزیزکانم افسانه امشبه من به آخر رسید. من به همه شمایان عزیزکان دل خواب شیرین آرزومندم و تا شامگاهان دیگر خیر باد میگویم.